چند تا دختر زیر مجموعه من هستن و برای من کار میکنن و اون دخترها درصدی کار میکنن در واقع. حالا یه سری از بچه‌ها، حالا من با تعداد کم شروع کردم، با تعداد کمی از دخترها. متاسفانه حالا یا خوشبختانه نمیدونم چی باید بگم، تعداد دخترایی که خب من تا الان 2 سال کارم شروع کردم داخل استانبول خیلی بیشتر شده الان. خب حالا این خانومی که پیش من کار میکنه اون یکی رو میاره، اون یکی رو میاره، تعدادشون خیلی بالا رفته، تعداد دخترایی که دارن تو استانبول کار میکنن. چند تا؟ بستگی داره. خب اینجا خیلی منیجر هستن که کار میکنن، ولی برای من حدوداً 50 تا دختر کار میکنن. فقط تو استانبول دیگه؟ جای دیگه هم هست؟ قبرس، آنتالیا؟ من برای تهران هم دختر میفرستم، یعنی خانم هایی که میان اینجا حالا به مدت 3 ماه اینجا کار میکنن و حالا تهرانن، مشتریایی که داخل تهران دارم رو دخترا رو میفرستم اونجا. بعد دوباره مثلا بله، چون که اینجا به لیر و دلار دیگه. بله. قیمتای ایران با استانبول فرق داره؟ آره، ایران خب قیمتش فرق میکنه. من بستگی داره، من یه دختری دارم که وی آی پیه، یه دختر دارم سوپر وی آی پیه. قیمت اینا خب خیلی فرق میکنه با هم دیگه. شما نگاه میکنی بهش میگی که تو الان وی آی پی. دختری که حالا استایل ورزشکاری داره یا از لحاظ قدی، از لحاظ چهره‌ای خب خیلی زیباتر باشه رو ما سوپر وی آی پی میگیم و خانم هایی که چهره و استایل خیلی نرمالی دارن رو وی آی پی میگیم. با چند تا از بچه‌هایی که خیلی ساله دارن با هم کار میکنن خیلی رابطه دوستانه‌ای هم دارن. خیلی‌هاشون خرج خانواده دارن میدن، مجبورن که این کارو بکنن. خیلی‌هاشون بالاجبار اومدن اینجا دارن این کارو میکنن. خیلی‌هاشون هم که آدمای خیلی حریصی، یعنی دوست دارن فقط پول جمع بکنن. یعنی یکیشون از طریق به خاطر عشق و حال میاد، یعنی لذت میبره از این کار. یک سری هاشون هم نه، واقعا به پولش نیاز دارن که این کارو میکنن. من مثلا دختر داشتم از برنامه که برگشته زنگ زده به من گریه کرده که من دیگه نمیخوام این کارو بکنم، ولی 2 روز بعدش زنگ زده گفته که میشه برای من مشتری جور کنی من بخوام برنامه برم. بعد چقدر؟ من از 2500 دارم به بالا.